میدونستی یه دروازه‌بان بعد از دست دادن یه چشم بازم برگشت فوتبال بازی کرد؟ اسمش گوردون بنکس بود، اسطوره انگلیس. سال 1970 جام جهانی مکزیک بود، همون بازی معروف مقابل برزیل. پله با یه ضربه سر فوق‌العاده توپو زد گوشه دروازه. همه بلند شدن گل و جشن بگیرن، ولی بنکس با یه شیجه غیر ممکن توپو از روی خط برگردوند. همون سیلی که بعدها بهش گفتن سیل قرن. اما چند سال بعد یه تصادف رانندگی همه چیزو عوض کرد. ماشینش واژگون شد و بینایی یه چشمشو از دست داد. خیلی‌ها فکر می‌کردن دیگه تمومه. یه دروازه‌بان با یه چشم غیر ممکنه. ولی بنکس تسلیم نشد. بعد از ماه‌ها درمان و تمرین دوباره برگشت به فوتبال حرفه‌ای. شاید دیگه اون ستاره سابق نبود، ولی ثابت کرد قهرمان بودن فقط به 2 تا چشم سالم نیست.